چنین نیز بگذرد از منظر مفهوم و نیز از نظر خوشنویسی مصداق سخن سهل و ممتنع است. یعنی در نظر اول بسیار آسان می نماید ولی در عمل دشوار است. این عبارت پیشتر در قالب سطر نوشته می شد، سطری کوتاه و 3 کلمه‌ای، ولی با ورودش در قالب‌های آزادتری چون سیاه‌مشق، ساختارش نیز همانند مفهومش از رمز و رازهای بیشتری سرشار می شود.